شام بخیر شام بخیر ببینید گلاسال آمده است رحمت روز مادران مبارک رحمت شاید کلام. برای شما نرگس بانو رحمت مثل گل دائما زیبا بماند رحمت بینندگان عزیز اشتراکی که می‌بینید این شام در مهمانی ما حضور دارند هنرپیشه شایسته تاجیکستان گلاسال پولودова و تماشابینان عزیز برنامه امروزه شب باهنگ بخشیده می شود بر روز مادر. در آغاز برنامه یک ترانه میشنویم در اجرای گلاسال بانو که نام گرفته از ترانه مادر. پس آغاز میکنیم. شهدی ترانه دارد شیرین سلامی مادر، از گل نشانه دارد حسنی کلامی مادر. شهدی ترانه دارد شیرین سلامی مادر، از گل نشانه دارد حسنی کلامی مادر. شیر و شکر بکامش، شمس و قمر غلامش، قربانی نامی مادر، قربانی نامی مادر. شیر و شکر بکامش، شمس و قمر غلامش، قربانی نامی مادر، قربانی نامی مادر. مادر 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 مادر
آمدید به برنامه شب آهنگ. فصل بهاری نازنین، روز مادر مبارک باشد. تشکر. به شما نیز مبارک. و شما اولین مهمون هستید در فصل بهار 2026. این حال امکانیت دارد که سلام خود را به کل بینندگان برنامه شب آهنگ برسانید. و همچنین مادران عزیز را با این روز، با این جشن تبریک نمایید. پیش از همه سلام گرم خود را، سلام آتشین خود را به تمام تماشابینان شب آهنگ میرسانم که امروز روزی بهترین آمده روزی مادر قرار داریم که ایدی بهترین است برای همه ما و شما، برای آن که از همه شخص عزیزترین در این دنیا به همه ما مادر هستم. تشکر برای سخنهای نیکتان، برای تمنیات نیکتان. گلاسال، سرودهای شما سرشار از مهر و محبت بوده، مخصوصا سرودهای در وصف مادر با احساس گرم و صمیمی صدا میدهند. چون برنامه امروز ما بخشیده شده از بروز مادر، میخواستیم برنامه رو با همین موضوع، با موضوع مادر آغاز کنیم. گلاسال مفهوم مادر رو چگونه شرح میدهد؟ یعنی که با شنیدن کلمه مادر پیش نظر گلاسال اولین شده کدام خصلت‌های نیک مادر میآید؟ عزیزترین شخص برای همه مادر هستم. این چیز را از روزی که عقلم را شناختم، خودم را شناختم، البته احساس میکردم. اما وقتی که خودم مادر شدم، این عموما چیزی دیگر بود است که مادر را به یگان کسی دنیا، به یگان چیزی دنیا عوض کردن ممکن است. عوض کردن، برابر کردن، این یک کاری نمیشدنی. یعنی که مادر این مادر است. یگانه همین کلمه مادر خودش بس است. موضوع مادر در ایجادیات شما چگونه جایگاه دارد؟ تا حال برای خودم آن کلمه هایی که نمی‌یابم، که آن شعری که نمی‌یابم که مادر خودم را پورا وصف کنید. پورا وصف کنم، مهر و محبت خودم را برای مادرم اظهار کنم. که اما کوشش میکنم البته که برای مادرم در سیمای مادری خود، برای مادران دنیا سرود خوانده باشم، انو مهر و محبت فرزندان رو بیان کرده باشم. اما تا حال تعب دلم آن شعری که من میخواهم نیافتم. میخواستیم بفهمیم که مادری گلاسال چگونه زنند؟ فرشته. ما احسان میگویم به مادر شما که 7 دختر رو یعنی که تربیت دادند، 7 دختر رو به وای رسانیدند. بیایید اکنون درباره همون لحظه های دوران کودکی شما نقل کرده باشیم. چگونه گذشتند؟ بعد رفتن پدرم، البته مادر خودم که بسیار همه ما خردسال بودیم، میده بودیم که دختر رو البته تربیت کردن کمتر دشواریش است که مسئولیتش بسیارتر است نسبت به پسر، که سختگیر بودن، بسیار سختگیر بودن. حالا از یادم نمیبرد وقتی که ما جمع میشیم درباره همین چیز گپ زنیم، اما مادرم نمیخوان که به یاد بیاریم که همون کلتک هایی که ما خوردیم که یگان تش به مقصد نبود، که شکر میکنم که مادر من این گونه تربیت کردن. فایده نمون سرزنش رو این حال میبینیم. البته میبینم در این تا ما بزرگتر میشیم، کلانتر میشیم که احساس میکنیم که یگان سخن مادرم بیهوده نبود، یگان تنبیه مادرم، یگان همین کلتک‌هایی که دستان مادرم رو بوسه میکنم که بیهوده نبود. همش برای ما دارو، یعنی که همش فایده خودش را، نتیجه خودش را در رفت حیات داده ایستاده است. به یادی تو چی شب‌های سحر کردم، چه غم‌هایی که من به تو پشت سر کردم. تو رای خاکی خاکی و تختی زی
خود بالا گذر بالا نظر کردم تو را ای خاکی خاکی و تختی ایش ز خود بالا گذر بالا نظر کردم وفا از بی وفا آموختم آخیر وفا را در نبرد دل سپر کردم چه اسیان هایی که با سیری خش عالم را خبر کردم چه اسیان هایی که با خود کردیم به خود ز سیری خش عالم را خبر کردم یار خبر کردم تو را من تاجی سر کردم ظفر کردم مرا تو خاک ره کردی امان باشی تو را من تاجی سر کردم ظفر کردم یار ظفر کردم جان ظفر کردم. گلاسل شما در اویله به دنیا آمدید که پدرتون هنرمند بودند و میتوان گفت که همان فضای صنعت فضای سرود و موسیقی باعث گردید که شما راه صنعت را انتخاب کردید و خواستید که کسب پدر را ادامه دهید. البته این آرزوی کودکی من تمام آرزوی عموما در عائله همه میخواست که راه صنعت را انتخاب کند که چون پدر صنعتکار هستند که همگان به صنعت البته شوق زیاد دارد اما در بین این 7 دختر من انتخاب کردم و خواستم که دوام دهنده کسب پدر باشم و تا امروز که باز نام پدر را با والاتر برداشته به نام پدر رحمت بیارم، یعنی که خدمتی که کنم که کسی نرنجد و کسی زیان نرساند، که فقط میخواهم سرودی که خوانم سرودی که ایجاد کنم برای مخلصان برای شنوندگان تقدیم کنم یک چیز در دل من هست، یک فکر همه وقت در عقل من هست که مقصد مهر و محبت انسان را به زندگی، به مادر، به پدر، به فرزند، به تمام هستی انسان زیاده کند، به وطن،
مهم از همه مهمترش انمین است که انمین چیز مقصدی من است و میبینم که روز از روز شنوندگان سرودهای من با مقصدم رسیده ایستاده‌ام که مهر و محبتشان آن موضوعی که من میخوانم با طریق سرودی من باز زیاده میشد. مثلا گفته میتونیم که سرودی الله 8 سال پره شده است که تا حال از 4 طرف دنیا کجایی که تاجیک زبانان هستند کودک من با سرودی الله شما کلان میشد. گفته در سرودی الله تمام مهر و محبت مادر به نسبت کودک گفته شده است. تمام دعاهای نیک، تمام نیت‌های آرزوهایی که هم وطن پرور شود فرزند، هم انسان دوست شود، هم کلان شود، سالم باشد، خوشبخت باشد، تمام آن کلمه ها مجسم است. این آرزوی من بود. به این آرزوتون هم رسیدید. رسیده ایستاده ایم. زیرا بیشتری سرودهایی که شما میسرایید زود به دل شنونده راه مییابند و خیلی پسند میگردند. و قریبا همه سرودهای او چطوری که گفتن درباره وطن، میهن یا اینکه به قدر زندگی رسیدن و دیگر همین چیزها واقعا هم در تمام سرودهای او شنیده می شود. میخواستم از شما پرسان شوم که برای طفلان شما بار مادر خود شما الله میگفتند؟ البته مادر من به الله کودک نمیخوابونن که برای طفلان شما. البته برای طفلان من هم که پیش از طفلانی که اپاهم آورده میدادن که بچه جان نگاه کده ایستید مادر جان نگاه کنید که من گوش کرده کلان شدگی من که من بسیار انتظاری چند سالهای طولانی انتظاری فرزند بودم. خوانده نمیتوانستم، گوش کرده هم نمیتوانستم که وقتی که سرود الله گوش میکنم، آهنگ الله گوش میکنم که بسیار گریه میکردم. دردناک است. دردناک است بله. با من هم نصیب کرد سرود الله خواندم، اما حاضر دیگر مادران که افسوس که بعضی ها الله نمیخواند و من میفرستاند که این بچه شما، این فرزند شما که شما الله تون که این کلان شده است گفته، این البته خوشبخت میکند، من خوشحال میکند. چون در باره سرود الله سخن رفت میخواستم بهر بینندگان لحظه 4 مصرع این سرود رو زمزمه کنیم. الله گویم جگر بندم خوابت برد الله، الله گویم جگر بندم خوابت برد الله، تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله، تو ای افسانه فرزندم خوابت برد الله، الله الله یا. صدایتان خسته نگردد. خب تماشاچیان عزیز، این لحظه یک سرود میشنویم در اجرای هنرمند شایسته تاجیکستان گلاسال پولاتووا. بعداً برنامه شب آهنگ رو ادامه میدیم. البته سرودی رقصی است، با هم میرقصیم. با برنامه شب آهنگ شوم خانه ای رو بالا رایه، این بچه ای سبزینه ای دو تر داره، اما صدقه شوم خانه ای رو بالا رایه، این بچه ای سبزینه ای دو تر داره، رومال بسرم 1001 گل داره، این بچه ربی بسوی من دل داره، رومال بسرم 1001 بسوی من دل داره، ای مهربونم بیا آرامی جونم بیا، ای مهربونم بیا آرامی جونم بیا، ای دردت به جونم بیا، شیرین زبونم بیا، دردت به جونم بیا، شیرین زبونم بیا.
در سری دفتر مونم ای مهربونم بیا آرامی جونم بیا ای مهربونم بیا آرامی جونم بیا ای دردت و جونم بیای شیرین زبونم بیا دردت و جونم بیای شیرین زبونم بیا بگردنت اندازم من هم بر روبای تو را مست کنم ای تا دستی دلم بگردنت اندازم ای مهربونم بیا آرامی جونم بیا ای مهربونم بیا آرامی جونم بیا ای دردت و جونم بیای شیرین زبونم بیا دردت و جونم بیای شیرین زبونم بیا بار دیگر شام هر که شما بخیر باشد. برنامه شب آهنگ را هر هفته روزهای شنبه میتوانید که در همین وقت و ساعت تماشا کرده باشید و در این قسمت برنامه اکنون همراه مهمان برنامه امشب گلاسل بانو اطراف کسب و فعالیت شما ایجادیاتی که مخصوصا تا این دم و این لحظه مخصوصا چی میگن گذشته آمدید صحبت خواهیم کرد. نرگس من فکر میکنم که گلاسل بانو بعد از سرود نمون غزل سرا مستانه یعنی که موفق شدن. به فکر من همون سرود من و دریا که از هنرمند زنده‌یاد خرما شیرین و بازخوانی کرده شد همین سرود با ان همون ویدیو یعنی که شما میگید کی من و دریا به فکر من همین سرود بیشتر گلاسل قوت را بهر مردم معرفی کرد. شما چی فکر داره؟ از خود گلاسل میپرسم با کدام سرود مرا شناختن من گفتن که شما غزل مثلا نرگس گفته استادیان که سرود من و دریا که همش برای مخلصان عزیزم ایجاد شده است تقدیم کردگی هستم. لیکن همون سرودی من و دریا که در دامان طبیعت زیبا و ناتکرار کشورمان ثبت شده بود شما در نزد دریا بودید با همون چهره و سیمای تاجیکانه و همون زیبایی طبیعت و صدای دلنشین شما فکر میکنم نه تنها دل من را همچنین دل تمام مخلصان را تسخیر کرد. اما من گلاسل را خودی من از نزدیک بار اول در سال 2017 خطا نکنم در میدان فرانزر در شهر دوشنبه در جشن استقلال دولتی همینطور نه؟ بله هم با ترانه غزل سرا غزل سرا مستانه برآمد کرده بودم. همچنین شما دوئت های زیاد دارید با هنرمندان لیکن دوئت های شما با هنرمند شناخته کشور شادمان سلیمانی که سرودای زرافشانی واقعا از جانب مردم خیلی خوب قبول شد موفق شدن این سرودها و در چندین چاره‌بینی‌های هم جمهوری هم بیرون از آن صدا دادند. چگونه همین دوئت‌ها تولید شدند؟ همکاری‌ها با دیگر هنرمندان هستند. چگونه همکاری‌ها شروع شدند؟ در اصل همون جایی که من تولد شدم از ناحیه مسجد یعنی کوهستان کمتر دور بود اما وقتی که من به کالج صنعت داخل شدم و سرودهای کلاسیکی و شش مقامو میخواندم اما استودنت یعنی طلبه هایی که از طرف وادی زرافشان تشریف آوردن و یا سرودهای زرافشانی میخواندن سرودهای مسجدی اما خودم به معقول میشد که سرودهای شروع باشد این سرود گفته. بعد با همراه شادمان در آلان نمون طلبه یعنی دانشجو بودیم که میخواندیم در شاربینی‌های یعنی شما هم کورس بودید؟ البته در یک جا تحصیل می‌کردید پیش قفا خواندگی ما یعنی اکوی شادمان قطعی ما هم کورس اصلا شادمان از من خردتر دادری من شادمان یعنی که بعد نمیشه گفتیم که یک جای خانیمو
همین چیزا ثبت کنیم که به مردم بسیار پسند است، معقول است که وقتی که سرود با کلیپش به مردم میرسد باز آماده میشد، یعنی که بیشتر قبول میکنن، بسیارتر قبول میکنن. تماشا کردن چی بود مانند دیدن میگویم بیهوده نیست. انا میگم باید ثبت کردیم اون طبیعتی که ما داریم، به فکرم در تمام دنیا ممکن که نباشد. بسیار پسند آمد و کوشش کردیم که باز نوبتیش رو اجرا کنیم. انا چند پنجم من به نزدیکی در نوروز جهانی در شهر دوشنبه باز یک دویت با همراه شادمان سلیمانی این سورپریز میشه البته. و یک چیز دیگر رو میخواستم در اینجا قید نماییم که برابر سرود ترانه‌های شما ویدیو کلیپ های شما نیز خیلی هم زیاد هستن. وقتی که سامانه یوتیوب شما رو یعنی که از نظر گذراندیم بسیار کلیپ ها هستن و اینجا ما یک بخش که برای شما آماده کردیم که نام داره استاپ کادر. توسط اون کادری که در اکران پیشنهاد میگردد شما میگوید که کادر از کدام کلیپ از کدام کلیپ است. بله. همون نفورن همون لحظه آماده هستید؟ خوش، اینجا دوستانی عزیز از کارگردان خواهش میکنیم که البته کادر نخستین رو برای ما در مانیتور پخش کنند. از کدام کلیپ؟ غزل سرا مستانه عالم شود دیوانه در بحر تاجیک در قیرقم. قیرقم است. بله. خیلی هم زیبا. خوش تماشا میکنیم. عکس نوبتی کلیپی باران زود پیدا کردیم. از سبب کلیپی نو است یعنی. نو است. بله. ادامه میدهیم. بیراو 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 یار سرودی بیراو. عکس نوبتی. این کدام بود؟ سرودی محبت. سوژت این کلیپ خیلی هم خوب است. من تماشا کردم به پورگی. ادامه میدهیم. عاشقی شهسوار اسب سفیدی دارد. این با همراه جهانگیر در قلعه مخ در شهر استرافشان گرفتگی هستیم. نام سرود؟ زرافشانی. زرافشانی. سرود زرافشانی است. از اوده این بازی شما خیلی خوب برآمده. نرگس جان برای این کلیپ ها رو ثبت کردن ما چند باره ها چند جایی که رفته میبینیم اون کلیپی که با سرود با متن تغری میگیرد نمیگیرد، موافق باشد نباشد، ما یک چند جاهایی که میبینیم که برای همه این دیدن خودم هم رفتگی هستم. چند روزهای ما چند هفته های ما صرف میشد برای انمی ممکن که یگان ثانیه این کلیپ ها از خاطرم فراموش شود ممکن. بیا تا کی سلامه کم یادی پیامه به عشق من فریستی باران تو عشقم رو ندیدی و یا حرفی شنیدی برای من گریستی باران من چقدر پریشانم کجا باشد نمیدانم برای آن که پس مانم من تا به سحر که بیداری برای که تو میباری برای من غم داری تو میباری میباری عاشقم باران آه چنین است
عشق خود پریشانم ولی تو را نمیدانم همیشه با تو بارانم و یادش اگر چی گاه پشیمانم از عشق پرزی ارمانم همیشه با تو میمانم و یادش میباری باران بر یادم میاری باران عاشق تو عاشقم باران چنین است حال دلداران میباری باران بر یادم میاری باران عاشق تو عاشقم باران چنین است حال دلداران میباری باران بر یادم میاری باران عاشق تو عاشقم باران چنین است حال دلداران بینندگان از بارگر شام شما را بخیر میگویم. مهمون امشبای برنامه ما هستم مؤلف بهترین ترانه ها با مانند یادی تو، نبینم، برقص و یاری زرفشانی گلاسل پولادووا. بارگر خوش آمدید به برنامه ما. شما با انا همون لباس‌های ملی تاجیکانه‌تان دل تمام بینندگان را تسخیر کردید. چگونه لباس‌های شما انتخاب می‌شوند؟ از روزی که من به صحنه برآمدن سر کردم این شرطی مادری من بود که حتما لباس ملی به بر میکنی. اگر اطلس و آدرس نباشد هم و حتما روست باشد گفته. این طلبات مادری من هم هست و برای خودم هم بسیار پسند است. گلاسل نظر باشد باز یک بازی دیگر پیشنهاد می‌گردد. ما به شما سوال‌ها را پیشنهاد می‌کنیم و شما توسط آن نوشتجاتی که در نزد در شما شما واقع هست. به سوال‌های ما پاسخ می‌دهید. آماده هستید؟ کوتاه هر کوتاه، نه بله. تنها نشون می‌دهید. بخش نام گرفته است ها یا نه؟ آماده هستید؟ البته خوش رفتین. فراموش خاطر هستید؟ با عوض بدی خوبی میکنید؟ بله، یعنی سر دوگانه‌تان را فوش کردید؟ هنگام اجرایش زنده سرود را فراموش کردید؟ بسیار، یعنی برای اجرای دویت به کسی رد کردید؟ دوستان زیاد قرض میپرسند؟ تماما در داخل لیفت بند ماندید؟ دست خود را هنگام خوراک پزی یعنی که سوزاندید؟ خودتان به خود تحفه کردید؟ بخش با انجام رسید. خوش گفتیم که خودتان به خود تحفه کردید. چی بود تحفه است؟ همه قیمت بها باشد یا اینکه تحفه فراموش نشونده؟ که خودم زیق حس میکنم، یعنی که یگان چیز به کمتر چقدر فکر میکنم و زیق شدن سر میکنم، زود از پی تحفه کردم برای خودم. خوش در عرفه روز مادران قرار داریم. از همسر خود یعنی که چی تحفه را انتظار است؟ به فکرم آن تحفه که ما انتظار نمیشیم انمون چیز تحفه شود. به فکرم نرگس بسیار پسند غیر انتظار؟ غیر انتظاره. برای شما همچون یک هنرمند چگونه از زن مادر بودن؟ من کسبم را دوست می‌دارم، بسیار دوست می‌دارم. ممکن که باز به این حیات آمدن نصیب باشد و باز به نزد من انتخابات باشد، من را انتخاب حتما هنرمندی رو یعنی سرایندگی رو انتخاب می‌کردم. پیش از فرزندانم به دنیا آمدنش با انمی کسب و کارم من خودم را یک انسانی زنده حس می‌کردم. باز خوشبختی من را زیاده گرداند که به حیات من دو کودکم را، اقبال خان و اسلام جانم را تقدیم کرد. زنی خوشبخت‌ترین شدم که هم در فعالیت کاریم هم در زندگیم، در عائلم. البته فرزندان چند ساله هستند؟ دخترچم 9 ساله، پسرچم 4 ساله که این هم کودکان هم کسب و کار من یکدیگر را پر میکند. گل اصل با کسب و کارش و با کودکانش در این حیات یک انسانی بتون، یعنی که انسانی پررنگ. وقتی که با کار مشغول میشید و
سراسیمه میشید. میدونید که در خانه کودکان شما انتظار هست و این یک حسی خوشبختی فرا میگیرد انسان رو. همه این برای من قوت میبخشد که من زندگی کنم، من نفس کشم، من خودم رو همچون انسان بینم، انسانی مکمل بینم که برای انسان همه چیز لازم است. از همه برای زن، برای فرزند مهمترین و برای کسب هم زن خودش رو بخشیده تواند. دختران پس از آن که مادر میشوند به قدر مادر خودشان باز هم زیادتر میرسند، مهر و محبتشان زیادتر میشود و بله. خوبتر و بیشتر مادر رو میفهمند. همین طور نه؟ 100% حق است این گپای شما که من بسیار طرفدار هستم که وقتی که مادر شدم بعد احساس کردم که چگونه مادرم از من خواطر میشن. پیش فراموش میکردم که زنگ زنم که مادر جان من رسیدم یا من خوراکم را خوردم که من نقص گفتن از خاطرم میبرامد. وقتی که فرزنددار شدم من احساس کردم که چگونه مادر خواطر میشه، حتی که خودش را از یاد برآورده که بچم کجا باشد، صحت باشد. گفته حاضر به مادریای ورزاب نزدیکی میشم، به مادرم زنگ میزنم یکم که بابا جان من رسیدم دوشنبه به همش نقض رها ساز. خواطر نشوید. بله هم خیر. وقتی که شهرستان به نزدیک میشم این طرف باز زنگ میزنم که باش همش نقض گفته. وقتی که تیاری به میشینم سمالیات یا دیگر یکم مادرم به زنگ میزنم. و یک موفقیت دیگری مخصوصا اویله گلاسال پلود و درون است که مخصوصا خواهرانی خیلی هم زیاد دارند و فکر میکنم که به شما کمک میرسونند. البته یک خواهر دیگر نیز دارد، هنرمند است، فکر میکنم حدیثه. بله حدیثه اگر خطا نکنم. بله. چند سال فرقیت است در بین شما و حدیثه؟ 5 سال فرقیت است. در خانه من 4م فرزند و 6م. خیلی مانند است. بله ما خواهران هم به یکدیگر مانند هستیم. بسیاری همه خیلی میگویند. حدیثه بانو عموما دانشگاه زبانشناسی رو، یعنی که دانشگاه دولتی خوجند شعبه زبانشناسی رو ختم کرده است که بسیار آموزگار بهترین هست و خودش رو هم در جاده راویگی یعنی که فعالیتش رو دوام داده ایستاده است که به فکرم خوب رفته ایستاده است. بله. ما میبینیم نوارهایشان را در صفحه اجتماعی شما. گفتم که بسیار شباهت دارن کی باشد، بعداً گفتن که این است خواهر گلاسال پلودوا. یعنی که در اویلا لکه دو هنرمندم. دو هنرمند شدیم. شکر البته دو هنرمند. بهترین. من فکر میکنم که این از تربیت درست وابستگی سخت دارد. من این خصلت رو من فکر میکنم که گلاسال پلودوا از مادر خود آموخته. 100%. نرگس جان وقتی که به خوجند مهمان میشوید من حتما شما رو با همراه مادرم شناس میکنم و از نزدیک شناس میشید و بهای خودتون رو میدید. خب گلاسال تشکر میگویم با شما برای یک صحبت صمیمی. شما امروز با همین سخنهایتان، با سرودهای دلنشینتان برنامه ما رو واقعا هم زیبا نمودید، خاطرمان نمودید و فکر میکنم که این برنامه به همه بینندگان پسند آمد. ما با شما در راه صنعت موفقیت بردباری ها رو تمنا داریم. همیشه همین زیبا باشد، شکوفا باشد و بیننده ها رو، شنونده ها رو با سرودهای نو به نوتان شاد نمایید. بینندگان عزیز، طول چند لحظه بود شو برنامه شب آهنگ. منظور شما و مهمون امشب ما بودن هنرپیشه شایسته تاجیکستان گلاسال پلودوا. راوی برنامه من بودم مصرف امانشاه و همکارم نرگس عبدالرحمن. خب تماشاگران عزیز، برنامه امروز رو با یک سرود دلنشین در وصف مادر به انجام میرسانیم. با تلویزیون تاجیکستان برنامه شب آهنگ باشد. تاجونگی نیما بهشتی انبری نیما